اینجا کافه فستفود بنفشه. امروز میخوایم یه پیزا خوشمزه درست کنیم. بریم داخل سمت ببینیم کافمونو، ببینیم چقدر دنج خوشگله. اینم گلاس. خلاصه خب بریم که داشته باشیم یه پیزا خوشمزه ایتالیایی درست کنیم. سس کفش پنیر خوشمزه است، کاباج دودی خوش به فدومه اضافه میکنیم. حالا میریم داشته باشیم مرغ گیر شده خوشمزه جونم که میزیم روز حسابی پرس میکنیم. بعدم یه عالمه پنیر خوشمزه میزنیم. اینم اصلا کارش با پنیر خوشمزه‌مون. بعدم باید بریم بذاریمش داخل فر. اینم داخل فر میذاریمش، یعنی آماده است این خوشمزه جونمون معلومه. حالا میبریمش اینجوری، بعدم میریم برای سرویس. حالا میذاریمش داخل بشقاب. اینم به چه پیتزای به نظر متفاوتی شده، خدا وکیلی. اینم آدرسش 900 مسکن قبل پاپا بنزین. منتظرتونم.